بیننده های گرامی قدر، این نوبت در برنامه شفاخانه طبیعت اطراف گیاه خودروی شفایی کاسنی حرف میزنیم. کاسنی گیاه خودروی تلخ که در طب به کار می رود، آورده شده در فرهنگ زبان تاجیکی. این گیاه خودرو به چند درد دوا است و در دشت و دمن می روید. در علم سیمیا چنین جمله هست در برای آن: بیخ کاسنی تر را در آب خسانده 2 شب نگاه دارند و صبح ناشتا بیاشامند. با همین تدبیر آن به جسم نیرو آرد و به چندین درد دوا شود. ما به گل و گیاه ها بی پروا می نگریم، نمی دانیم به کدام دردها آنها دوایند. در گیاهنامه عبدالمنصور موفق به کدام دردها دوا و منفعت بخش بودنش را در چند جمله یادرس کرده است. هندبا به پارسی کاسنی است و او به کاهو نزدیک است، ولیکن سردی و رطوبتش کمتر است و غذا کمتر و اندر او تلخ است. سودت جگر و سپرز بکشاید و آبش یرقان را نیک بود، خاصه با آبی رزیانه تر. و آب او چون با خیار چند بار بخورند، آماسها را که اندر افزار شکم بود ببرد و اگر از بیرون طلا کنند با صندل، آماسهای گرم بنشاند. و گرمی جگر را نیک بود و تبیش معده را که تیزی کند و آنکه اندر زمستان روید تر و سردتر و آنکه اندر تابستان روید اندکی گرمی و خشکی دارد. و تخمش و هر طعمش تلخ است و هر تبیشی را که مردم از گرا یابد نیک است. و ماده‌ای که به بیخش گزی کژدم را سود کند، خاصه آن کاسنی دشتی، آبش با آرد جو بر معده نهند، خفقان را بنشاند و همه آماسهای گرم را نیک است. ببینید در یک معلومات کوتاه چقدر معنا و دواگی کاسنی گفته شده است. کاسنی را در طب قدیم خیلی وسیع و دانسته استفاده شدنش را ما از نگاه عالمان و دانشمندان طب برخوردار می شویم و آگاهی پیدا می کنیم. کاسنی رستنی بسیار ساله بوده، هر سال از سر نو خود می روید. یعنی که کاسنی باشد در تمام نویه ها، دشت و کوهسارهای تاجیکستان ما، در لب جویبارها، در لب دریاها، دشت و کوه و بیابان بسیار می روید. این در طب قدیم گفتنی گیاهای بهترین که درباره سلامتی و چی بسیار چیزا گفتگی هستند که کاسنی قریب در 27 نمود بیماری های پوست استفاده برده می شود. دوی غرض اندام درباره تبابت جگر، معده و روده، کسلی های پدک را میگن زانو دست، بغم های دست درد میکرد، همینا خمیره کرده با داکا میبندند و همین درمندی همین را میگیرد. برای همین کاسنی خصوصیت های بسیار تبابتی، مثال برای خرد و کلان بی ضرر است. می توانند آدم ها اینا به چی همون میار معینی که مثال ما نشون میتیم که در خلطچه های پلویشی 0.5 گرم استفاده یا یک قاشق خودخوری هم که باشد می شود، برای استفاده بودن بسیار ضرور می باشد. هر یک چیز مثال که میار خود را دارد، برای همین برای استفاده بردن همین برای خرد و کلان خیلی که گفتیم بی ضرر است. دیگر آنکه کاسنی گل کبود خوشمنظر دارد، خصلت‌های شفابخش آن، آب برگش را به تنهایی یا با سرکه درآمیخته بمالند، درد سر را که از گرمی و از جمع شدن صفرا باشد تسکین می‌دهد
با سرکه و گلاب در آمیخته بمالند، ترا یعنی الرژی را شفا می بخشد. با شراب مثلث در آمیخته بمالند، ورمهای گرم را تحلیل می دهد و درد چشم را شفا می بخشد. برگش را کوفته گذاشته بندند، درد چشم را که سببش گرمی باشد به ابرا می آورد. این نگاشته از کتاب کزن شفای حامد جان زاهدوف است که از سرچشمه ها گردآوری شدنش را ما از روی گفته های او این همه را آوردیم. از روی گفته آنها یک چیز برای ما مسلم است که این گلگیاه را باید خوب شناسیم و چیزان استفاده نمودنش را از متخصصان آگاه بپرسیم. برای 27 نمود کسلی گفتیم که استفاده بردن ممکنه. برای کسلی پوست یعنی که برای سفید شوی مثال شکوفه میگن، خب یگون خورشک یا پوچک میبراید، با خسک هم میگن. برای تیز همین نش برآوردن برای کسلی پوست بسیار فایده دارد. برای آفتاب زدگی میگن، مثال ماما و بابای ما بسیار سالهای پیش که مثال داروی خیلی خیمیایی که نبود، مثال همین استفاده می‌بردن در وقت آفتاب زدن، مثال همین آبوزی می‌داروندن. بعدی شام وقتی که آفتاب می‌پرید برای آفتاب زده استفاده می‌بردن. بعد همین به گیاهی کوسنی برای آبوزی کردن تن آدم. هر کسی اگر که مثال برای مقایسه و برای سنجش اگر گذرندگی باشد، دروان تر کرده بر آب جوش آبوزی کند، اگر خود را یک 20 منوت 30 دقیقه اگر که تگ آب دماند، اگر خودش میفهمد که همین پوست آدم هم خیلی نازک و تازه می شود که ملایم می شود و همین خیلی خصوصیت ها دارد. ولی عجیب آن که کاسنی را از گلش دیده برگهایش به بسیار دردها دوا، دیگر آن که ریشهش هم به چند درد منفعت بخش است. مجاز ریشهش در درجه یکم گرم و در دوم خشک است. می آورد حامد جان زاهدوف در کزن شفا. خصلت‌های شفا بخش آن اگر ریشه را بخورند، گره های عضوهای بدن را با شدت می کشاید، راه های غذا را پاک می سازد، پیشاب را می راند، برای صاف گردانیدن خون ورم عضوهای درون شکم و سینه استسقا دوا می باشد. ماده های ضررناک را در بدن پزانیده برای دفع شدن مهیا می نماید و آنها را پراکنده می سازد. تب‌های مرکب کونه را شفا می بخشد. دردهای بغم ها را تسکین می دهد. از این گفته ها یک چیز ما را هشدار می دهد. طبیعت می کند ما را تبابت. انسان همیشه با طبیعت هم آوای و هم صدا باشد و به خوبی آن را احساس کند. زبان گل و گیاهای تبابتی را بداند. خورده در گفتن تغرل کم گیر، خورده در گفتن تغرل کم گیر، کاسنی هم گل از گلزار است. بیننده های گرامی قدر، این چند معلومات بود آید گیاه خودروی شفا بخش کاسنی.